دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. مرتضی هستم. امروز میخوایم یه ولاگ رانندگی توی شهر لایجان با معرفی خیابونا و جاهای مختلف براتون بگیرم. از اونجا که بیشتر تایم زندگیمو لایجان هستم، میخوام یکم مفصل‌تر براتون کوچه پس کوچه هاشم بریم. اگه دوست داشتیم با ما همراه باشین، هم یاد بگیریم، هم ثبت خاطره بشه برای آینده ها. این خیابون هم اسمش خیابون خرمشهر. میخوایم بریم به سمت کاشف شرقی میشه دیگه. کاشف شرقی. از اون بر حالا هیچ ذهنیتی تو خاصی تو ذهنم نیست خیابونا رو بریم، هر کدوم راه داد میریم براتون توضیح میدم. امروز هم 26 مرداد ماه، ساعت 6 و 10 دقیقه است. هوام ابری بارونیه، هی میزنه هی وایس. خنک جاتون خالی. من این کولر رو خاموش کنم. راه رفتم کولر گرفتم خنک شد. امیدوارم که صدام اذیتتون نکنه. میدونم میدون دکتر حشمته. سمت راست میره به سمت شیشه‌گران و کاشف، سمت چپ هم میره منظور بام سبز و مقبره کاشف السلطنه است. سمت چپ هم که میره خیابون کاشف شرقی و میدون انقلاب و ما میریم سمت چپ. یه خود رانندگی تو لایجان با جای دیگه فرق میکنه. زیاد راهنما اینجا کاربرد نداره. الان نزدیک غروب هم هست، یه خود شلوغه دیگه. به هر حال خودم حوصله رانندگی ندارم، ولی دیگه به عشق شما هوام خوب بود، حس شما برای دوستان ضبط کنیم. بیمارستان این ولاگ قدم زدن اینجا رو من قبلا براتون گذاشتم. بیمارستان شفا خصوصی الان رد کردیم. این سمت راست ما الان خیابون قیامه، از خیابونای معروفه. پارک رفتگر سمت چپ ماست. میخوایم بریم سمت میدون انقلاب. این خیابون به خیابون خوراکی تقریبا معروفه. اون تا 11-12 شب حالا من چشمم خورد بهتون میگم، هاش سیکا و کلی فست فود و پیتزا فروشی و اینا همینجا باز شده. بستنی های معجون و این قسمت تقریبا خیابون خوراکیه. کیلویچ میخواین فست فود کیلوییه. اینجا یه دونه دونر کباب باز شده. این ما سه تا معجون کیلویی میده بعد لالیگا. خیابون سمت چپ ما الان رسیدیم سر سرا چهارراه. البته این خیابون تربیته. حالا من یه جوری پوشش میدم جای مختلف رو بتونیم بریم. دانشگاه آزاد و تو ذهنم هست حتما بریم خیابون دانشگاه آزاد و اگه اجازه بدم به ما میریم. دوستان عزیز، یه دونه عزیز لایجانی مشاهده میکنید که راهنما زد. این مدرسه عبدالرزاق الان معروفه، این دست چپ ماست. چیزی که من تو ذهنم هست. حالا من هم مواظبم به کسی نزنم، هم مواظبم کسی به من نزنه، هم مکانا رو براتون توضیح بدم که جای دستم در رفت دیگه شما به بزرگی خودتون ببخشید. نه امروز میشه که همه تصمیم گرفتن ما رو ضایع کنن و راهنما بزنن. خدا رو شکر ما راضیم به این ضایع شدن. ولاگ از لایجان زیاد گذاشتیم، از رانندگی تو برفی گذاشتیم. یعنی چون خود مادر خانم اینجاست معمولا ولاگ رانندگیمون از اینجا هم شروع شده. حتی ولاگ رانندگی از رشت تا لایجان رو گذاشتیم، از پلیسای رامسر تازه گذاشتیم. رامسر تا
سر تا لایجان رو گذاشتیم. الان رانندگی تو لایجان هم زیاد گذاشتم، زیاد که منظور 4-5 تایی گذاشتم. حالا یادم نمیاد یه توضیح داده باشم دیگه براتون گرفتیم دیگه. الان جلوی ما رو برسیم میدون انقلاب. میدون انقلاب دست راست خیابون انقلاب میخوره به باغ ملی و مرکز شهر رو اونور میتونیم بریم. دست چپ میخوره خیابون فیاض. مستقیم هم که خردسر و چهارپادشاه و کاشف غربی و ادامه میخوره به بازار عاقلیه و خارج شهر. حالا میریم بهتون توضیح میدم. تصویر کلی بهتون گفتم. امروز گوشت رو نگاه کردم، امروز گوشت 100 تومن دوباره گرون شده. گوساله رو گرفتم 595 تومن. اینجا مثلا تاوونی بود. 2 هفته پیش خریدم 495 تومن. 100 تومنی گرون شد. اینجا ولشون، یا توضیح زیاد مهم نبود. امروز هم گفتم 26 مرداد ماه، امروز یک شنبه است. من هر کی من سوال کرد گفتم دوشنبه است. نمیدونم چرا امروز حالا هوای دوشنبه داره. هوا خنک میبینین، ابریه. رانندگی تو خارج شهر خود راحت تره. من خودم باز بیشتر میپسندم. کلاک ترمز نمیگیریم، ماشین اتومات که نیست. داخل شهر معمولا هیچکی رعایت نمیکنه. موتوری براش مهم نیست سالم رد شه، فقط مهمه که رد بشه. سالم مقصد دیگه براش مهم نیست. میدون انقلاب، اون خیابون انقلاب بود. ما میخوایم بریم سمت خردسر و راهنما میزنی یارو براش مهم نیست. بچه رو اونجوری گرفته من راه ما رو میبره. یه نیم کلاس دفتر رو زده بودم هر ستاشونو. این بازار شماره 2. اینم که پیاده‌روی خردسره. امروز داشتم آمار رو نگاه میکردم، میگفت بیشترین تلفات تو تصادفات میشه دیگه مال مربوط به موتوریاست. از دیگه 45% تصادفات مال موتوریاست. وضع موتور سواری معلومه دیگه. فرمونو میچرخونن ایمانور فقط راه بود. چه داخل شهره قدرم ترافیکه. واویشگاه اینا خواستی اون دست خیابون یه 2-3 تا هستش، اسمشو میتونم بخونم چون معمولا به اسمای مغازات دقت نمیکنم. استواری نداره. دقیقا 2 تا اونور هستن، خیلی هم خوشمزه. اینم شماره 3 دو فکر کنم اون سمتیش میشه 2. زیتون و بلاگ ازش زیاد گذاشتم. بازار مردو پلیلیست شهر لایجان میتونین بلاگاشو ببینین.
آرایشگاه میدان نوشته. اینجا میدون چهار پادشاه یه اسم دیگه هم داره، اون وحدت اسلامی اسمشه اشتباه نکنم. سمت راست که میخوره به میدون شهدا، سمت چپ خیابون سردار جنگل، میدون سردار جنگل و سیاکل و به قول که بوجایی و جاده سیاکل. که ولاگ رانندگی به لایجان سیاکل ما رو دیده باشی دقیقا از همینجا شروع شد، خیابون سردار جنگل ما رفت. از اینجا به بعد خیابون کاشف غربی میشه. معمولا این تایم من اصلا ماشین بیرون نمیارم چون واقعا حوصله ندارم یک کلاش ترمز کنم، این خیلی مجبور بشم. اون دست چپ ما الان اینجا بازار پردسر بهش میگن. اگه ولاگ بازار محلی لاهیجان ما رو ببینین دقیقا بازارچه اینجا صبح تا ظهر معمولا. الان هستن ها، مثلا میفروشیاش هستش اینا، ولی مثلا صبحش پرشورتره. مثلا محلی ها وسیله میارن، مثلا یه سری دست فروش های مرغ محلی هم حتی دارن، ماهی و اینا صبح. از یه جایی به بعد دیگه مغازه سمساریه. دست چپ ما این بازار پردسر از اینجا دست چپش محله گاون است. محله تقریبا سبک دهه 60 داره، ولاگ اونم گذاشتم. محله گاون اگه سرچ کنین میاد. یه محله باحال اصلا سبک دهه 60 هنوز خونه‌هاش اونجوری ان. این باحال فضاش. من که یه بار رفتم ولاگ، دو سه بار رفتم ولی واقعا حال کردم. اصلا بوی قدیم میده. دوست داشتیم اونم نگاه کنه. این سمساری ها نمیدونم دید داره براتون یا نه. دست راست چپ ما همه سمساری ها. اینجا میدان عاقلیت، دست چپ ما بازار عاقلیت، دست راست اسم خیابون دست راست نمیدونم، میخوره به خیابان جمهوری، خیابان آیت الله کاشانی. ما میریم سمت چیز، باید برگردیم داخل شهر. دقیقا بازار عاقلی است اینجا. ولاگ بازار عاقلی هم تو 2 تا ولاگ جدا براتون گرفتم. الان روبروی ما اینا میبینین یا آقای با پیرن نارنجی روش هست، این پل خشتی لاهیجان. تو هم ولاگ بازار عاقلی هستش، دوست داشتین نگاه کنید. این محله ماشین پرایده داره میاد، بهش میگن خالی باغ.
براتون جزئیات رو بگم. اگه گفت خالی باغ شما بلد بشید. اینجا خیلی قشنگه، خیابونش دوست دارم. مثلا وسط روز قشنگ اینجوری نور باشه، خیابونشون نمیدونم. این میدون فکر کنم میدون دو سه تا اسمش رو جابجا کردن. بخونم رو حسن پاینده میدون انتظام بهش میگن. این میدون انتظام مستقیم میخوره به بیمارستان پیروز کمربندی. دست چپ هم که میره حاجی آباد و شهر خارج میشه، میره به سمت رشت. میدون روبروی ما قبلا اسمش میدون چای بود. اینو با اون میدون اول لایجان از سمت رشت گرفتن اسمشو جابجا کردن. الان این میدون انتظام میدون ابریشم شده، اون شده چای. قبلا اینجا سازمان چای چون اینجا بود اسم اینجا چای بود، الان میروش میدون ابریشم. اون دفعه قبل من فهمیدم. میبینی دست چپ ما بهش میگن خیابون جمهوری. جا مرکز اسپورت و لوازم لوکس و ایناست، مال ماشین. بعد ادامه مسئولات چیز هم هست، تزیینات داخلی خونه و دکوراسیون اینا هم هست. این خیابون هم خیابون شهداه، خیابون اصلی شهر. یه خورده باید صبر کنین. میگم من خودم حوصله ترافیک رو ندارم. بلاک لایجان هم 56 جیم 76 دال 76 ب مال سیاکل جلوی ماست. به قول آقایی بود ازش خونه خریدیم، سر یه مسئله با هم چیز شدیم، هی زنگ میزد بلان هی میزد بیسار. من چیزم در اومد، اعصابم خراب شد. رشتی بود، عصبانی نه با بستن. ولی تیکه کلام شده تو خونه ما. الان مثلا این عصبانی میشه، خونه ما کسی عصبانی میشه میگیم عصبانی نه با بستن. این عصبانی نباید شده، کلمه رشتیه. یه آقای دیروز کامنت گذاشته بود، کام تهرانی بود. خب آقا این بلامیستر و اینا کدوم درسته؟ بلامیستر کلمه شرق گیلانیه تقریبا، یعنی درد و بلای تو بخوره به من، یعنی مریضی برای من باشه، من فدات بشم همچی چیزی. بعد رشتی ها میگن تی جان رو من بمیرم، یعنی برای جون تو من بمیرم. خواستم اینو شهر بدم. بعد این با جناق داشتیم، ساروی بود، الان دیگه جدا شد. خواهرخانه ما مثلا باش دوست بود، بلاش مینوشت بلامیستر و اون فکر میکرد مثلا چی میگه بلامسیر، فارسیش میشه همین دیگه. بلامسیر یعنی چیه؟ بلامسیر بعدش بلامسیر نیست، بلامیستره. امیدوارم بلاگ زیاد طولانی نشه به خاطر ترافیک، به خاطر مسافت چیز نه ها، حوصله‌تون سر نره دیگه. به هر حال غروب همینه دیگه. این پنجشنبه جمعه میشد بچه بودیم، یه ویدیو کلوبی بود آقای علیپور شهسوار زندگی کردیم. علیپور ما پنجشنبه جمعه میرفتیم ازش ویدیو اجاره میکردیم. اول ویدیو بود بعد CD اومد دیگه، از اون فلش نه نبود. بعد ما همیشه 2 تا فیلم میگرفتیم، 2 تا
دو تا فیلم میگرفتیم. معمولا اون موقع هندی رو دور بود یا مثلا چیزای جمشید هاشمپور بود، مثلا دل شکسته فکر کنم اگه اشتباه نکنم اون موقع مثلا رو دور بود، قشنگ بود که شهاب حسینی مزهی بود، عاشق دختری شده بود، دل شکسته. ندیدین حتما ببینید، قشنگه. مثلا میرفتیم پنجشنبه جمعه اجاره میکردیم تو ساعت 12 شب با مامانم نشستیم مثلا نگاه میکردیم خانوادگی. من فیلماش مثلا کارین و آرجون مثلا چیزی یادم اسمشون نمیدونم، حالا جمشید هاشمپور همه رو حفظم، مثلا افعی بود نمیدونم، گفتم چیزو یادم، کالیمانگا همچی چیزی بود، اینا رو میشستیم نگاه میکردیم. یهو مثلا حال هوای غروب اومد، مثلا غروبا میرفتیم ویدیو اجاره میکردیم. اون موقع فکر کنم دوتا میشد 200 تومن همچی چیزی، یعنی 100 تومن 150 تومن اجارهش بود، چیزی که قیمتش یادمه. چیکار نگاه میکردیم، شنبه بعد از ظهر میبردیم. بعد علیپور دیگه ما رو میشناخت، مثلا کارت ملی اینا نمیدونیم، رفته کار ما بود. حالا مثلا آقای چیدم بود، این آهنگای یه چیز رو رقص هندی میذاشتن، ویدیو کلوب میرفتیم اونا رو هم میخریدیم، اون موسیدی بود. همین آمیتاب بچان و نه آمیتاب بچان نه، این سلمان خان و شاهرخ خان اینا آهنگ میذاشتن روشون، آهنگ ایرانی میذاشتن مثلا رو رقص. رفتیم مثلا آهنگ جدید چی اومده تصویری، حالا کامپیوتر گرفته بابا برای ما، توش فقط چیز بود، معدن شو. بابای میومد میگه واسه درس چی دارین توش، الکی دو سه تا چی دانلود کرده بودیم، یاری کلاس آموزشی داشت قرآن میخوند نمیدونم چی بود، الکی دانلود کرد، دانلود هم نکرد، بچه‌ها گرفته بود، دانلود نبود. اون اینترنت دیالاپ بود، این کارتا میگرفتی سرعت مثلا چند کیلوبایت، الان بهتر هم نیست، یه مگ هم نمیشه. مثلا آهنگا رو اوجیجی دانلود میکردیم، پسوند اوجیجی، بعد با جت آی 2 مثلا میخوند اونو، چون چیزش فایل سبک بود مثلا دیگه MP3 دانلود نمیشد. بعد سرعت اینترنت اومده بود مثلا 128 دانلود میکردی. داشتم میگفتم بابای ما میگفت آقا تو این کام چی ریختین درسی، ما اونو میذاشتیم. میگن آقا شما همین فقط میخونین. که میبینین صدای بنزین بود، بنزین ما داره تمام میشه، فعلا راه دار. بنزین الان لیتری 3000 تومان آزادش. اینجا ساندویچ کبیر داشت، کتلت لایجان معروفه، ساندویچ های کتلت با نون بربری. اگه لایجانی نیستین اینجا رو نگاه میکنین حتما امتحان کنید. مثلا زیادم مزاش با هم فرق نداره، مثلا جای مختلف. میگه من فقط کتلت فلان جا رو میخورم، همش یه مزه است. نه دیگه میدون شهدا رسیدیم. خودم هم حوصله ندارم، میبینم ولاگ طولانی میشه، ولی دیگه دم غروب هم مثلا حالا هوای خاص خودشو داره دیگه. این میدون شهدا دیگه مرکز شهر لایجان، سمت راست که میره همون چهار پادشاه، الان اومدیم دور زدیم خیابان چهار پادشاه، این سمتی دیگه نمیشه رفت، بریم اونجا گیر میکنیم.
سمت چپ ما میریم سمت چپ، دوباره دور میزنیم میریم سمت راست. حالا همه میخوام بیان جلوی ما دور بزنم، من نمیدونم چه خبره. اینجا ایستگاه آستانه است، باسکیوگراب و آستانه. یه بابایی ما اینجا سوار کردم، موقع ماشینم چیز بود، ماشینم نمایندگی بود سمت من میدونه رو یادم نره، میدون گفتم دست راست میره چهار پادشاه، مستقیم میره سمت استخر و لنگرود و باقی میدون اینا، استخر شهر خارج میشه، همون میریم. دست چپ هم میره سمت میدون برق و باز کمربندی. حالا ما سمت چپ میریم. بار ما اومدیم همینجا ماشین گرفتیم به رشت، یه دونه پراید 132 بود، من ماشین نمایندگی بود ماشین نداشتم، یه قطعی بود تهران می اومد، یه هفته ماشین اونجا خوابید به خاطر قطعه. من این آقا نشست، من جلو نشستم، دو تا خانم این پشت نشستن، پشت نشستن. یا آقا لایجان رو تقریبا داشتیم خارج می شدیم، من دیدم این دمپاییشو در آورد، این دمپایی صندل میاد، ما میگیم دمپایی تابستونی ها. دمپایی تابستونی بود، دیدم در آورد گذاشت کنار پا برهنه. میدون رو بریم سمت میدون برق. کل میدون رو دور بزنه که بره اونجا راه رو قیچی کنه. آقا این شروع کرد به لایه کشی و این خیابون اسمشو من نمیدونم، فقط میدونم به کجا سازن کردستان اسمی داشت، یادم رفت. کردستان یه سری داشت، کلمه سر ذهنم الان نمیاد. حالا یادم اومد براتون می نویسم، اینجا فارسیشو می نویسم یاد بگیرید. این میدون فیضه، بعدی میدون برقه، دست چپ میخوره به خیابون جمهوری. میبینید چقدر ترافیکه، فقط به خاطر شما میام برش نشون. آبی نفتی قشنگ، چی دیگه هم بهش میگم. مسافرتو بذار ما بریم دیگه. هیچ آقا این دمپاییشو گذاشت کنار، از لایجان رفت که شروع کرد لایه کشیدن با 132. هی بکشیم بار بکشیم بار، برو تو ماشین صندوق ماشین جلویی، هی ترمز بکن، هی فلان کن. ده آجی چه خبرته؟ ما عجله نداریم، ما گفتیم جانبازان پیاده میشیم، تازه آباد نگفتیم پیاده میشیم. حالا تازه آباد کجاست؟ قبرستون جانبازان ما رشت میگم تازه آباد، گذار شهدا. آه بعد اون دوتا خانمی پشت خندیدن، گفت نه من میدونم. گفتم آرومتر برو، چه خبره تو رو؟ اگه عجله داریم ما پیاده میشیم. این کرایه 5 تومن بود اون موقع، این 5000 تومن واسه من پیاده میشم، نمیخوام برم. نه داداش من آروم میرم. دوباره اون خانم هم گفتم ما پیاده میشیم. گفت نه من جاده رو بلدم فلان. نگفتم اون جاده رو بلد بودم رفت نداره، میزنیم میکشیم ما رو. خودت تنها باشی خودت بکشی دیگه، اون بحث جداست. مسافر دادی جون اونا، جون ما برات مهم بود باشه دیگه، جون ما دست توی دیگه. تو دمپایی در آوردی، انگار مثلا بچه بودیم مثلا تون بدویم دمپاییمون در می آوردیم.
نه من بلدم فلان بودم، من بلد بودم اینطور کاری ندارم. ولی ما ماشینمون ترمزش یه خورده بهتر از توی فراموش هم بهتره، یه خورده از پراید حالا بهتره، همچین رانندگی نمی‌کنی. چه خبره تو رو؟ باشه چشم. ما رو نزنن، ما ویلاگو تمام کنیم باز خوشون پارک. خلاصه که باشه یه چند کیلومتر دوباره چیز شد، بس آدم رانندگی کرد، باز دوباره همون شد. دوباره گفتم من پیاده میشم، نمیخوام، من نمیرم. بزن کنار من نمیخوام. کلا دیفالت اینه که مثلا آدم رانندگی نکنه. اینم میدون برق. یه ولاگ من گرفتم، ولاگ رانندگی از لایجان به کجا بود؟ کیاشر. از اینجا رد شدیم، اونم خواسته نگاه کنی اگه دوست داشتین من رودبنه و اینا، این خیابون میخوره به رودبنه، کمربندی رودبنه. ما اینجا سرطن میکنیم دیگه که ولاگ قرار داخل شهر. اگه دوست داشتین اون ولاگ هم نگاه کنید، علاقه‌مند به لایجانی، طرفدار لایجانی، سجان برو نظر میده اونم نگاه کن. این خیابون رو برگردیم و بریم سمت استخر. یه بار دیگه ما دانشجوی لنگرود بودم، از 60 می اومدیم رو رامسر، ما رو سوار کرد، پراید هاشبکی بود، تهرانی بود. نگو این جاده رو بلد نیست، اصلا نمیدونست پلیسای چابکسر اونجاست. اون میدون رو بر بود ما دور داریم، داستان هم تعریف کنم یادم رفت. چکن ما گرم شد، الکی شروع همه اومدن ولاگ بگیرن مثل ما. من خیابون شروع میکنن، آقام که راهنما نره رشتی هم این میگه پلاک یاد گرفتن ها 10% واسه اطلاعات عمومیه، 90% واسه اینکه فوش بدیم کدوم شهر باید فوش بدیم. یه ما چند تا بردیم واسه همین. جاتون خالی، ما چند روز پیش رفته بودیم سره، یه شب رفتیم آستارا موندیم. بازار آستارا واقعا وضعش خراب بود، هیچکی نبود، واقعا بازار خلوت بود نسبت به پارسال. همین موقع رفتیم خیلی شلوغ‌تر بود. مثلا اون ماشین رو پرواز دارن میکنن، نمیدونم چه خبره. اینجا شاید مثلا راهنما نزنه یارو، مثلا یه خورده ورود ممنوع رد کنه، یا مثلا تقدم اونجا با سرعت مثلا لایه کشی و آروم رفتن زیاد تو کارشون نیست، واقعا خطرناک بود. احتیاط کنید. الان هوام که داره تاریک میشه، همه عجله دارن. انشالله نصف آلودگی شهر تویی که بره. یکی دوبل این بره، یکی دوبل اون بره، وسط یه دونه ماشین رد بشه. میبینی مرد دوبل رو داشته. کارتون میداد شهر عجیب غریب بود، شلوغ ملوغ بود. دقیقا همجوریه. خیابون نگاه چیز این کانتر بازی میکردیم، شما بازی میکردیم، نه اسموک مینداختیم، چیز میکردیم، میرفتیم تیراندازی میکردیم. اسمم رو تو گیم نتا اسموک انگار انداخت. بنزین ما تمام نشد. همونجا برو. یا راهنما حتما با بپری بیاد تو.
چراغو خاموش میکنم، فکر کنم تو ویدیو یه خورده اذیت کنم. دیدم که میدون فیض بود، دست چپ میخوره به تقریبا اون خیابونای استخر، میدون بسیج و اینا، پشت آتش نشانی. و ما چون بهتون قول دادیم میبرم که میره به جمهوری. چون حرف مرد یکیه، ما مستقیم دیگه مجبوریم بریم. اینجا بیشتر پارچه و لباس و کفش و این چیزاست. اسمش یادم میره، من نمیدونم. جیره سر. آها، اینجا بازار جیره سره. دارم یه سر داره، چون معمولا اینجا نمیام، اسمش یادم میره. جیره سر، جیر تو گیلکی یعنی پایین، جیره سر یعنی پایین، سر پایین. نمیدونم سر پایینی شد منظورشه. اینجا یه دونه پارکینگ داشت، پارکینگ رو جمع کردن، مردم اینجا گرفتار. دمت گرم، خوب جا دادی. داستان گواهینامه گرفتن من میبینم نه، یا داستان گواهینامه گرفتن خودم میاد. بعد بچه‌ها تعریف کردم، دوستانی که بلاگ زیاد نگاه میکنن از ما دیدن. ما فامیل داشتیم، اون افسر بود، گواهینامه ما رو اون داد. بعد همین که نشستیم گفت بریم خونه آب بخوریم. بعد حالا من پام شروع کرد لرزیدن، استرس. بابا چرا استرس گرفتی که قبولی؟ من نمیدونم، باور جلوی پامو نمیتونم بگیرم. هیچ موقع رانندگی ادعا نکردم. میگم که داستان رانندگی داداش داریم، خدای رانندگی اصلا ادعا که هست، دست فرمونش هم بد نیست، خوبه، عالیه. یعنی تمام گواهینامه همه رو داره، اتوبوس و تراکتور و موتور و هواپیما نرد. اون مثلا با همون ادعاش و اینا 3 بار رفت شد. داداش میپرسی چی میگه اولین بار؟ من خودم اولین بار قبول شدم، ولی دایش پارتی بود، پا میلرزید، استرس فرمون بود. آقا چیکار میکنی تو؟ نمیدونم. بعدش گواهینامه رو 89 گرفتم تا 95 تا خودم ماشین بخرم. یه 132 خریدم، ما خریدم 11 میلیون. اینجا یه پارکینگ، این ال90 از اونجا پارکینگ بازه. تا خودم گرفتم پشت فرمون، بازم نشستم. 6-7 جلسه رفتم آموزش دیدم. خداییش رفتم آموزش دیدم، دیدم که میدون شهدا بود، دست چپمون میره لنگرود. این بر ماشین داره سوار میکنه برای لنگروده. اینجا این بستنی صدرا داره، را نمیگم خوشمزه داره، قیمتش مناسبه. من خودم نخوردم داره. اینجا صف وای میسن. اینجا سینما اینجاست، بانک ملی اینجاست. یه چند تا چیز جالب اینجا بهتون نشون میدم. یارو
داره آزار پیاده رو بزنه انگیرو دیگه خاطر مسافر نکش خودتو. این بانک ملی این که جلوش چند طالبی فروشی وای میسن یخ میگیرن میزنن محکم. خیلی باحاله جالبه. اینم باغ ملیه. این خیابون دست راست ما هم میدون انقلاب بهش میگن خیابون انقلاب. این پارک هم باغ ملی. فعلا که قدم زدن تو بارون و چیز ما رو نگاه کنی برف و بارون، هم برف قدم زدیم هم بارون. تو این پارک ما دور زدیم. اینم میدون بصیرت. ما مستقیم میریم. این بیمارستان 20 آبان اینجا بود ما کارآموزی میومدیم. این بیمارستان قدیمی داغونی بود دل آدم میگیره. الان جمع شده رفته پیروز. همشون با سید شهدا ادغام شده. اینجا آموزش پرورش و انتقال خون و تقریبا کلانتری و رانندگی و تربیت بدنی و اینا همه تو هم خیابونه. فرمانداری و هم تقلب. این میدون فکر کنم میدون بسیجی یا سپاه بود باشه اسمش. یا کنین دست راست ما میبینه این هم خیابون قیام میره مستقیم میره شیشه‌گران. دست چپ هم که همون لنگرود و اینا میدون شد. هم سپاه پاسداران باشه اشتباه نکنم. سپاه پاسداران. ما میریم دور استخر رو میگیریم. بذاره به ما بزنه ترمز نخواد. ای خدا همه رو بیمه دعای مادریم به خدا. بیمه پاسارگاه زیاد جواب نمیده اینجا. اینم هتل ابریشمه. باید میکنم چند تا هتل داره. این هتل ابریشم معروفه. این دست راستمون که استخره. رانندگی دست چپ ماست. دو در عقب، دو درم در جلو. ببخشید همه رو با توضیح بدم دیگه که گم نکنیم. این میدون بسیج الان میرسیم. این میدونی خورده سگ صاحب نره. سگ صاحب نره ولی دیگه خورده شلوغ خلوغ. هر کی هر جا دوست داره میره. دست چپ میخوره به همون میدون فیض. میدون فیض بخواه دیگه اونو نمیریم دیگه. شما از ما قبول کنید فقط. اینم حاشیه دوره صخره. اگه ولاگ قدم زدن شبانه ما رو ببینید اینجا رو براتون ولاگ صخره ما رو هم نگاه کنین دیگه. حمایت بکنین. لایکی، قلب سفیدی، قلب سبزی، آبی بدونیم تا اینجا شما نگاه کردید. یه سری هستن 2 دقیقه نیست ما میذاریم به بچه ولاگ قشنگی ما تا آخر 2 دقیقه نذاشتم که من 2 دقیقه هم نگذاشت. 1 ساعت ولاگ 2 دقیقه بود گذاشتم. چجوری تا آخر دید؟ شما دیدی این قلب سبزی آبی بنفشی یه قلبی بذاریم ما بدونیم. اینم میدون خزره. میدون خزر بچه‌ها میدون خزر. همه امروز اومدن دور استخر. هوا خوبه. همه اومدن کیف کنن. اینجوری که تو داری میای میری بولوار رو سوار میشی.
این خیابون مستقیم میخوره به لنگرود دیگه، میخوره به خیابون میدون شیخ زاید و اینا. علاقه داشتین ولاگ رانندگی لنگرود هم گذاشتم، لایجان تا لنگرود، اونم نگاه کنین، همشون تو پلیلیست شهر لایجان هست. اینم بهش میگن میدون گلستان. ما میریم دوره سخت خیابون خوشگله، نه ولی میریم کارگر رو دور میزنیم، بعد میریم بسا ببینم چیکار بکنم. میریم کارگر. این خیابون دست چپ خیابون شیخ زایده، ویلاهای قشنگی داره، مقبره شیخ زایده. فکر کنم ولاگش هم گذاشتم. یه بار رفتم تو بارون گرفتم خیس خیس. ما اینجا ویو نخورد، حالگیری بود. الان ما داریم میریم خیابون کارگر، اینجا استخر میگه آبشار لایجان و اینا همه استخر دست راسته، آبشار هم دست چپ. من برای لایجانی که میدونن و بچه اینجا رو توضیح نمیدم، اونا که دی بلدن دیگه. برای کسایی که توضیح میدم که بلد نیستن یادآوری کنم و مثلا بگم که اینجا آهنگ بذارم برای خودم، بعد روش براتون یه آهنگی بذارم، برای من راحت تره. من توضیح دادم برام سخت تره، خب تمرکزم کم میشه. توضیح میدم دوستان یاد بگیرن، ان شاءالله که استفاده هم کنن. جایی که بلدیم. این پله هاش هم ولاگشو گذاشتم، قدم زدن تو پله ها، دوست داشتین نگاه کنی. از بالای شیطان کو پیاده اومدم تا پایین، خودم اولین بار بود از اونجا میام پایین کامل. یا دست راست میره قشنگترین خیابون لایجان. میبینی راهنما میزنن، بچه همشهری اصلا کلا کار راهنما. اینجا راهنما فروشی باز کنی لامپش ورشکست میشه. آبشار روشن. این خیابون کارگره. این میگن خونه علی کریمیه، ولی علی کریمی نیست، اون بغلیش بکنم باشه. یه تاجریه، یه معماریه، یه چیزیه، مهندسیه دیگه من میدونم. این قدیم این خیابون کارگره، تقریبا گرونترین خونه های لاهیجان تو همین خیابونه، به خاطر اینکه هم متراژشون بالاست هم با کلاس دیگه. قدیم میگفت خونه هر کی نمیدونستن صاحبش که میگفت مال پسرای رفسنجانیه. حالا ما میگیم خونه مال پسر رفسنجانیه، شما هم بگیم مال پسر رفسنجانی. امروز فقط منو سورپرایز میکنن، یه 56 دیگه راهنما زد، بعیده فکر کنم فهمیدم با فیلم بگیرم. خدا چرا میزنیم برو کنار، کجا میخوای بری؟ راه داری. این میدونی که الان ما در پیش رو داریم، مثلا میدونش یادم هست، میدونی که دست چپ میره به بام سبز، دست راست میخوره به کاشف که الان ما از اون سمت از شیشه‌گران میاییم. این مستقیما میره به میدون رو دور بزنم، میدون کاشف السلطنه، میدون اسمش کاشف السلطنه، مستقیما میره به اسمش قشنگ بود. یه ولاگ رانندگی از لایجان به اتاقور گذاشتم، از همینجا رفتیم سرچشمه و اتاقور لنگرود و این پارک هم که الان دست راست ماست اسمش بار نارنج.
باز همون خیابون کارگره. کارگر میریم یاد کارگر شمالی میفتم. اون بیمارستان شریعتی تهران تو کارگر شمالی بودیم. 2 سال و نیم اونجا بود. 2 سال من اونجا بودم. 1 سال و نیم اونجا بودم. کارگر میبینم یاد کارگر شمالی میفتم. سوغاتی لایجان گفتم، کلوچه و کوکی و چای و ساندویچش کتلت نمیتونیم ببریم، هوا بخورین دیگه. چی داره لایجان؟ کلوچه داره لایجان، باغ چایی داره، 4 پادشاه داره، اما اون سوغاتی نیست. عروس گیلان عشق می لایجونه. لایجانی هم میگن لایجون، می لایجون. وجه تسمیه‌ش رو من یادم نیست. لاهی جان لاهی. یادم نیست، شاید خونده باشم. مقبره کاشف السلطنه میدون رو دیدی؟ الان میدون کاشف السلطنه، الان میریم مقبرش هم براتون توضیح میدم. پدر چای ایرانه. قبلا موزهش داخلش، مقبرش موزه چای ایران هم هست. بلاگش هم براتون گرفتم، دوست داشتین نگاه کنید. اینم که میدون خلیج فارسه. دور بزنیم بریم قشنگترین خیابون چیز. خیابونش مطهریه اگه اشتباه نکنم، بولوار مطهری. بعد بین اون گفتیم این دو پارک میکنه، اون سوپر پارک میکنه، فلان میکنه. خودم اینجا اومد باتری تمام شد. باتری دور بیاد، باتری خودم. این همون خیابونی که بهتون گفتم، بولوار مطهری. یه خورده تاریک شده دیگه، ما شما قبول کنید از ما در راه خدا. من این خیابون رو خیلی دوست دارم. مجبوری توش آروم رانندگی کنی. این خونه هم مال پسرای رفسنجانی همش. دیگه یادم نمیاد، پشت فرمون میام که یادم میره. فقط فوشا میاد تو ذهنم، مؤدبانه. غروب خنک ماشاءالله شلوغ. یه جزیره، این جزیره این وسط هست، مال یه پادشاهی بود، اون کی بود؟ تاجر بود، چی بود؟ وسط تابستان نشینش بود. اون توضیحات اول ولاگ میذارم معمولا، یه صدای دیگه است. اون چون رو متن میخونم مستندتر، دقیق‌تره. الان مثلا راجع به همین عمقش و اینا تو 4-5 متر هم فکر کنم میرسی، چیزی که تو ذهنم هست. چون ولاگ زیاد میذارم یادم میره. اونجا من رو میخونم یعنی دقیق تره. جای دیدنی لایجان علاوه بر این استخر و این آبشار و این مجموعه بام سبز و دیگه چیزا، این سوختکو هست، تالاب سوستان هست، مزرعه قوها هست، بازارود شماره 2 و 3
بازار عاقلیه اینا هم هست. سوختکو رو بهتون پیشنهاد میکنم حتما اگه جا شلوغه جا پارک نیست و میخواید خود راحت تر باشین، سوختکو اونجا خلوته معمولا به وقت وسط هفته. روستاهاش هم قشنگه، یعنی سرچشمه گفتم اون ولاگ رانندگیش اگه نگاه کنین مزارع چای داره، خیلی خوشگله واقعا، به یه جا قانع نباشه. اینجا این راسته بستنی آب میبست حاجی نوربالا میرکو شدیم. اینجا شیشه گران، دست چپ میره شیشه گران، دست چپ بریم وقت شد بریم تا دانشگاه آزاد هم میریم. دانشگاه آزاد برای خیلی خاطر انگیزه. اینجا راهنما میذاره، اینجا که مجاز به چرخش نیست. بلاک هم چون 46 فکر میکنن بلد نیستم. این هتل رستوران جهانگیری دست راست. ما این میدون رو باید دور بزنیم دوباره بریم شیشه گران فیلم بگیریم. این میدونه رو من خیلی میترسم خودش شلوغه. بسم الله الرحمن الرحیم. شوخی میکنم حالا اونجوری هم چیز نیستم، یک کلا با احتیاط رانندگی میکنم. ما داشتم جریان گواهینامه گرفتن همون توضیح میدادم. دور میدون هفت قدم دور میدونه محل ما که اینجوریه. حالا این شیشه گران این پراید رو گرفته بودم. خب 5-6 جلسه 7 جلسه رفتم آموزش و بازم با ترس اینا رانندگی میکردم. از یه تایمی دیگه تا این گوشه برای خودم میرفتم. اصلا ایراد نداره این گوشه برین باشه. اول خودم خجالت میشه ولی حالا میبینیم به هر حال خطر آدم دور باشه. 62 پلاک ساریه، 62 سین. بعدش که چیز شده بود دوباره کله ما باد افتاد با پرد مثلا تون برو. اینجا کمربندی لایجان یادم اومد روز با پرد داشتم میرفتم مازندران از رشت. این کنترل نامحسوس لایجان یه دونه پروتون آجوری رنگ بود تقریبا، نارنجی آجوری. هیچی من چراغ زدم بهش مثلا 90 تا 95 تا 100 تا اینا داشتم میرفتم تو هم کمربندی. هیچی رفت کنار شیشه داد پایین، کنارش نوشته کنترل نامحسوس شهرستان لایجان. چون برام پشت فرمون این دستش تکون داد باد بزن. چه خبر بود؟ در این حد بود. تا یه جایی ما اینجا گیر کردیم دیدیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بعد از اون یه خورده احتیاط پیشه کردیم. یابونه دست چپ ماشینا دارن میرن برو دیگه تا صبح هم وایسی نمیذارن. دست چپ که الان ما اومدیم اینم شیشه گران. اینجا تقریبا که نه با کلاس ترین جای لایجان، گرون ترین جا، مثل چی بگم مثل گلسار رشت، فروشگاه برند
دورا اینجاست اینجوری. پنجشنبه جمعه غروب اینجا ترافیک وحشتناکه. داروخونه شبانروزی که اینجا داره نمیدونم چرا اونجا گذاشتن. جا پارک گیر نمیاد. انقدر من 2-3 بار 4 بار دور زدم دیدم جا پارک گیر نمیاد. گفتم من نمیخوام درد بمیره آدم بهتر. اینجا قدم زدن تو شیشه گران هم گذاشتم براتون. شیشه گران لایجان که میگن همینجاست. اینجا ما تبلیغ مغازه رو نمی کنیم چون به ما پول ندادن. مغازه خاصی نه، شیرینی مادر اینجا خوشمزه است. والا ما نه مارک پوشیم نه برند پوشیم. اینجا بگم این فلان مارک اینا رو من یادم نمیاد. جنساشون خوبه. چون اینجا اجاره مغازه گرونه، یارو مثلا جنس آشغال بفروشه، آشغال بندازه، سری اینجا میپیچه، دیگه کسی پیشش نمیره. باید جمع کنه بره. همین معمولا چیز نیست، جنس خوبه، یعنی اصل. الان شما این کامنت ها رو نگاه کنی همین زیر این پست حتما یکی کامنت گذاشته یادش بخیر ما اینجا میادیم دور حتما یکی نوشته. پولدار این صاحب این زمینه اینا، این درخت ها میگه این پاشید زمینه تاش معلوم نیست. پولدار لایجان همینه صاحب این زمین. خدا خیرش به بخیل نیستیم ما کلا می‌خواستم معرفی بکنم. دیگه تاریکی اینجا به ما ربطی نداره. این پارک گل هاست. بریم سر سلام دوستای عزیزم. الان دیگه تقریبا صبح در 11 دقیقه است. ولاگو داشتیم میگرفتیم وسط رفتیم دیگه خیلی تاریک شد. این ادامهشو تو روز بیایم تکمیلش کنیم. این همون خیابون قشنگه. گفتم از اینجا شروع کنم بریم شیشه گران. اینجا رو تو شبش هم براتون گذاشتم دیگه. امروز یک شنبه است 2 شهریور ماه، ساعت هم 12 دقیقه. منم که باز مرتضی. امروز یک شنبه است، تعطیله. خودم شهادت امام رضا است. میخوام برم ولاگ رانندگی از لایجان تا سیاکل رو بگیرم. این جاده چیز رو گرفتم قبلا، از این سمت طرف سخته کو میره بوجایه و بولوار دیلمان ها. میخوام برم از طرف باسکوگورا براتون فیلم بگیرم. گفتم اول این ولاگ امروز رو اون شب گرفتم، فکر کنم مال هفته پیش بود دیگه، تکمیلش کنم چون یادم میره. این خیابون به نظر خودم، حالا نظر شما محترمه، ولی قشنگترین خیابون لایجانه. دست راستمون که استخره، درخت‌ها و اینا حالتش واقعا قشنگه، مثل تونل درختیه. اینجا هنوز مغازه ها باز نکرد. اینجا دارم یورو داره بساط میکنه، آب میوه فروشی. یه بار گفتم معدن، نه معدن درست نیست، بورس آب میوه فروشی. این چه خلوته.
مسافرها بیدار نشد. این مستقیم هم که میخوره خیابون قیام. ما میریم طرف شیشه گران، میخوایم بریم طرف شیشه گران دانشگاه آزاد، بعد بلاگو تمامش کنیم دیگه. اون شب نگاه کردم تا وسط شیشه گران هم بد نبود ولاگ، ولی دیگه واقعا بعدش تاریک شده و چون معلوم نبود. برای به خاطر مدیریت برق تیر برق و ایناشو خاموش میکنن، نداره دقیقت نکردم. اونجا هنوز باز نشده، معمولا 11-12 به بعد میاد. خانمم صبح رفت سوپرمارکت، یه پلاستیک شیفت شب اومد داشت میومد، یه پلاستیک سوپرمارکت وسیله خرید شکر و سیس رایس و نمیدونم این چسب بود و اینا با 740 تومن کارتش. 2 بار حساب کردم دیدیم بله 740 تومن شده. باورت نمیشه یه پلاستیک اصلا باورش نمیشه 740,000. مایع ظرفشویی پریل اگه اشتباه نکنم دیروز عکس گذاشته بودن، توی 3 ماه از 60,000 تومان شده 105,000 تومان. بزن دیگه چرا میزونم چیکار ما بکنم. ولی قبلی هم گفتم پول دارم این آقا است، این زمینه داره، این صاحبش نمیدونم کیه، خیلی بزرگه زمینش، بهترین جای لایجان دیگه، شیشه گران دیگه گرونتر. این خیابون میخوره به کاشف دیگه، اون دست راستمون هم راه داشت. اینم میدون معلمه، دست راستمون خیابون کاشفه که براتون فیلمم گرفتم، قدم زدنش هم براتون گرفتم. میخوره به میدون انقلاب، ما میریم سمت دانشگاه آزاد. این مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران، این داخلش هم موزه چایه، ولادشو گذاشتم قبلا. اول ولاد توضیح دادم، گفتن که تو عصا چای آورده اینا، ولی نیست اینجوری. تو داخل میرید نوشته دقیقا زندگی نامشو، این با کالسکو درشکو اینا آورده چایی و با چند تا گیاه دیگه عصا و اینا. تقریبا میگه داستان ساختگیه. وقت کردیم بریم، صبح تا ظهر فکر کنم بازه، امروز تعطیل رسمی رو من نمیدونم. اینم جهاد کشاورزیه. اون تو شب اینجا اصلا مشخص نبود، من خودم نگاه کردم دیدم اوضاع خراب. دانشگاه آزاد لایجان خیلی دانشگاه معروفیه. حداقل تو فامیلتون یک نفر باید داشته باشین که لایجان خونده باشه، که لایجان خونده باشه. اینم دانشگاه آزاد. ببین دست چپ راه داره، دست راست هم الان ما بریم بهتون نشون میدم، میخوره به تالاب سوستان. ولاگ تالاب سوستان گذاشتم، جای دیدنی لایجان. اگه خواستیم بریم ما این مسیر رو بیاییم. تا جای دیگه هم راه داره از اون، ولی دورتره، بر دسترسیش راحت. اینم خیابون دانشگاه آزاده. اینجا بنده خدا رو من دیدم تو پیج لایجان هم میذاره،
اینجا میان کورس رو نمیدونم 0 تا 100 ماشین رو میخوان چی کنن، سیستم بندی و هر چی چیزا میان همین خیابون اون صافه گشاده من بنده خدا یا 10-11 شب بعد گرفتار. میدون تربیت اینجا ما سلطه میکنیم یه ولاگ رو برگردیم دانشگاه تمامش میکنیم. امیدوارم که لذت برده باشی. این بر سوستان راه داره میبینی از این بر میخوره تالاب سوستان. این جادهش بزرگتر از اون بر خود محلی تره. گوگل مپ بزنین راحت میبره دیگه چرا دردسر. امیدوارم که از این ولاگ لذت باشید. از این ولاگ لذت برده باشید. دوستان از این میذارم آقا ولاگ آقا می نویسن این ولاگ ویدیو اول ویدیو ولاگ دیگه. ببخشید تا جایی که میتونستم توضیح دادم. یکم که شب بود ترافیک بود دیگه، ترافیکش هم قشنگه گرچه خودم هم حوصله ندارم. این ولاگ امروز میخوام بریم بگیریم و حتما نگاه کنید. پلیلیست شهر لایجان ما رو حتما نگاه کنید، توش ولاگ زیاد داریم. تو کامنت میزنی از اینجا بذار از اونجا بذار. خیلی شهر از خیلی جاهاش من گذاشتم. مثلا دیروز ولاگ رانندگی کومله و اتاقور رو گذاشتم. میگه از بازارش بذارید، در صورتی ما گذاشتیم حتی لینکش هم زیر اون ویدیو گذاشتیم. تو پلیلیست شهر رو ببینید هست. اول پلیلیست ها رو نگاه کنید، اگه نبود برای ما بنویسید که آقا این ولاگ رو بگید، یا ما دوباره مجدد میریم ولاگ ها رو ضبط میکنیم. یه خورده بروز باشیم. ما الان از همین خیابون اومدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و کامنت و حمایت هم فراموش نشه. همتون رو دوست داریم. تو رانندگی هم احتیاط کنید، راهنما بزنید. دوستتون دارم. ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. از اونجا که ولاگ قرار بود کامل باشه رانندگی از اینجا رو نذاشتم براتون. فکر نکنم کسی هم از این ور گذاشته باشه. اینم من به ولاگ اضافه میکنم. چه دست میگیرید بسته میگیره دارم 30-40% مجانی رایگان. این همونه. این خیابونه رو من یادم رفت ولی میدون سلمان فارسیه. دست راست ما خیابون تربیته. مستقیم هم میخوره میدون جانبازان. میریم انقلاب دور میزنیم میریم از تو کمربندی. یه خورده راه من دور میشه برای شروع ولا ولی اشکال نداره. اینجا میگن دهانه هدایت. دیروز شنبه هم تعطیل کرده بودن همه استان‌ها به جز گیلان و اردبیل. نمیدونم چرا. دشمن زیاد داره. جالب دیروز 4 ساعت برق خونه رفت. خونه مادرخانه من بودم 4 ساعت 2 ساعت صبح 9 تا 11 رفت. بعد از ظهرم 5 رفت تا 7. این میدون جانبازانه. ما الان میریم انقلاب رو دور میزنیم دوباره. نه دیگه ما این ولی میریم دور میزنیم میاییم. نمیدونم یه تصمیم گرفتن این ولی چرا این ولی اومدم نمیدونم. یه دونه مراسم 40 منبر توی
لایجان برگزار میشه فکر کنم یه هفته بعد از چیزه آشورا تاسوعا همچه چیزی شبه یه هفته بعد از اون سوم امام همچه چیزی باشه. این خیابونه این دست راست ما یحیی آباد. ما نون گرفتم یه بار اینجا دم غروب به خیال خودم که مثلا در برم دیگه ماشین داره میره اون پشت سرش بریم این کوچه بندازیم این کوچه نگوی میخواد بره توی خونه ای خونهش اونجا یه چی ما رفتیم تو اون جمعیت گیر کردیم بعد اشتباه کردیم ماشین اونجا نذاشتیم تا آخر شب بیام دنبالش اونجا پارک کنیم اومدیم تو این جمعیت من گیر کردم دیگه ساعت مثلا 1:08 بود. این میدان سردار جنگله دست چپ میره به سیاکل همون سوختکو اینا ولاگشو گذاشتم براتون. این برم که میره به این خیابون سردار جنگل میره به چهار پادشاه. هیچی ها ما رفتیم گیر کردیم اون وسط نمیتونه عقب رفت یه جمعیت زیادی همه پلاک ما نگاه میکردن باز 46 من میدونستم من بلد نیستم وسط اون جمعیت هر یکی میاد یه مش ماشین ما رو میزد اینجا چیکار میکنی؟ حالا ما هم گیر کردم یه بنده خدای خدا پدر مادرشو بیا امرزه ما رو کمک کردی دندقه بیا جمعیت رو میزد کنار ما در اومدیم 1:08 گیر کردم من خونه برسم خونه مادر خانم اونجا بود ساعت 10 بود به خدا من تو جمعیت با ماشین اونجا گیر کرده بودم مثلا یه وضع اوضاعی بود آدم برای دشمنش هم نمیخواد. این خیابون سردار جنگله میخوره به میدون سردار جنگل هم چهار پادشاه چون مغازه زیاد داره همیشه شلوغه چهار پادشاه دیگه الان بازار روز الان میبینید آن خربوزه دستش طالبی خواردیم ترافیک رو دست یکی دو پارک همزمان که نیمدی حتما یکی بوده یکی اضافه شده دیگه میبینی که دوباره وایساده اون اونورتر وایساده تو باز شهرهای دیگه خوبه این میدون چهار پادشاه یا همون وحدت اسلامیه ما بریم دست راست یه فیاض هم دور بزنیم دیگه من لفظ اومدم رشت اصلا دوب سوب چوب همجور وای میسه اصلا مهم نیست مثلا خیابون بسته است فقط برسه به مغازه تازه روبرو هم پارک میکنه یعنی مثلا اون لاین وایساده یا رو از این لاین میره اون لاین که در باز کنه بره تو مغازه این چیز حرکت تو رشت واقعا عادیه. چون اینجا بازار روزش دائمیه من می‌خواستم فردا برم اگه وقت شد فردا صبح برم ولاگ دوباره بازار محلی رو بگیرم اینجا چون بازارش دائمیه همه روز است منظور همین تعطیل و غیر تعطیل نره شلوغه اینم که میدون انقلاب بریم میدون خیابون فیاض دور بزنیم دوباره بیایم بریم ولاگو تمام بشه. درسته خارجین دلتون تنگ میشه حالا ما هم درکتون میکنیم خدایش با این وضع رانندگی و اینا بهتر همونجایی خدا اعصابتون حداقل راحته ولی غربت رو شاید بشه تحمل کرد ولی اعصاب خورد کنی رانندگی رو نگاه کن این نگاه کن وایساده بعد رانندگی میزنه
دومم پر شد انداختم 3 ترمز. زیادم احساس و غربت نکن. همین حاج آقا رو کم شد برم دامن بوشیدیم دا خبر جد. هم خیابون فیاض بچه ها خیابون فیاض اون سرتم کنیم جلوتر میدون جانبازان دید. میدون جانبازان زیاد کار نداره دورو بزنیم. این خیابون هم میخوره به همون یحیی آباد که من گیر کردم. جالب اون ولاگو شروع کردم همین ولاگو شروع کردم همه چی راهنما همه راهنما میزدن. الان امروز کام تعطیلات تاثیر داره راهنما. مثلا یک تعطیل رسمی باشه راهنما تعطیل میشه. چون من کسی رو ندیدم بازم راهنما بزنه. درخت نخل خرما چیز داشتیم معلم پرورشی بود. یارو میگه این معلم پرورشی ها به درد نمیخوره. معلم باید محلی باشه. این هم خیابون انقلاب. این میگفت شجره درخت نخل خرما. خود نخل یعنی درخت خرما است. شجره درخت شجره میگفت درخت رو میگفت نخل رو میگفت ولی خرما هم تشت. حشب میگن تو ادبیات فارسی. هر موقع درخت خرما رو میبینم یاد اون کلمش میخوام. اینم خیابون ریاض دارم میرم یا ولی گیر نکنیم. این کوچه برقه این ولاگ گذاشتیم ازش. این هم باغ ملی دست راست ما. شیل لرزید. این هم باغ ملیه. این میدون بصیرته. این مستقیم که ولاگش براتون گذاشتم ما دور میزنیم میریم ولاگ بعدی شروع میکنیم دیگه. واقعا خداحافظ دیگه. خداحافظی اون بقیه هم دیگه تکرار نمیکنم. روزتون بخیر باشه. خداحافظ.